درود بینندگان عزیز، امروز تصمیم گرفتیم که یک برنامه خاصه را بخشیده به روز مادران منظور شما نماییم. هر قدر که محبت به مادر زیاد باشد، همان قدر زندگی خورم و دلنشین و گوارا می شود. به مادر نه بهار زیباست، نه تیرما فیض دارد. فیض زندگی ما شما هستید. خوش آمدید به برنامه ما. عید مادران مبارک باشد به همه. عید بهار و عید مادر با هم توأمند. امروز زیبایی چهره شما، پیراهن تاجیکانه و گلپوش شما از بهار هیچ تفاوتی ندارد. زیبایی آوردید. خوش آمدید به برنامه بار دیگر. و بینندگان عزیز، در مهمانی ما حضور دارند نهالبی قربان علی و مادر از ناحیه میر سعید علی حمدانی تشریف آوردند. خوش آمدید به برنامه ما. همزمان والنتینا شولچایوا هستند که 50 سال اینجانب در تاجیکستان از فدراسیون روسیه آمدند. زندگی دارند، وطنشان تاجیکستان است و تمام عرف و عادت عنعنه‌های ملی ما را از خود کردند. همزمان خاصیت خاله سید امیر و هستند، هنرمند از ناحیه شهر نو، مادر تجربه دار، مادری که تا امروز در خدمت مردم هستند و هنرمند خلقی ما، هنرمندی که همه ما و شما دوست می‌داریم، خاصیت زرفشانی. خوش آمدید. خوش آمدید به برنامه. خاصیتی در روز خاصیتی کرده. خاله خیلی شوخ هستند. تشکر زیاد. میخواستیم صحبت را از خاله نهالبی آغاز کنیم، چون که از ناحیه میر سعید علی حمدانی به برنامه تشریف آوردید. چگونه آمدید؟ چی گفتید که به کجا می روید؟ راه ها چه خیل بودند؟ تل و تپه ها گلپوش شدند، سبزپوش هستند نیستند؟ گلوی سیاگوش شکفتگیان. بهار اومدی بهار ای. بله بله. شرون از ای خرسندی را خوب نبود که ما سفینه ما را تکلیف کرده است. خوش آمدید بار دیگر. هزار رحمت به شما. ما خیلی شدیم همین تکلیف کردن او. هزار رحمت. خسته نشدید در راه؟ نه خرسند خوشبخت. تیز میبید. شما زود رسیدید. ما راه خیم خشرو اسفل پوش یگون کمبودی نبود، نه در تکنیک و نه در راه. یگون مونیاکی نکردیم. 3 ساعت رسیدیم به همین سفینه را. گفتید گل سیاگوش شکفته علاقه. گل سیاگوش شکفتن. در منطقه شما خیلی کودکا گل میبیارن، گل گردانی میشن برای نوروز. لکه رفته سودن. این خبیسیوری بعد نشکفته است، نه پیلون طریق گل گردانی بود که برف زد. این فیض برکت های سفیدی در مو. کشت کارمو خوب میشه. من باید همینجا بگویم که خاله نهالبی زمیندار و زمینکاری خوبن. برای همه از کشت و کار گپ میزنن. کاریدید زمین رو علاقه یگانچه؟ پرنی کپا گیزه کاریدم. همه چیز محصولاتم شیدن، زیلین همه چیز هست، بودرینگ همه محصولاتم برومدن. 4-5 پرنی کردم، حوزی هوته ده. گفتم کمی رکنی بیارم شونه کردم شون. همه چیز ما شنوندم حوزی را ده. یگون چیزی نشنونده ندارم. لیمون داشتم، لیمونو را نگذروندم، همه کار ما بود کم. فقط حوزی این همی دوخت دوز ده همه کار باری زندگی خونه ده. یک وقت دارم را می جوشم. با دوغ مسکم یکن بانی و سورا. خیلی دهود هم خیلیه در دهود. بله. یک کار نمیتونیست و ده. برای کوشش غیرت میکنم که به یک کار کنم. میکنم بعد همی درزورا میگیرم میدوزم. یا که هر نمولچه میدوزم. سناتور میرم، در سناتور وقتا باور قرار نیستم. میگن این خیلی کمپی. مردم استراحت میرن، شما در همون جمع به کار استراحت من جای استراحت میرم، نمول میدوزم، نه خیلی نمول میدوزم، توقی میدوزم. خیلی زمینی کلخوسی داریم، گنده میکنیم، پخته میکنیم. با مثلا در برش بودرینگ پمیدور خوب محصولاتوی با در چی میکنیم، سر زمین میکنیم، زمین دولتی. خیلی با این خونه را میکنیم، وقتی بیکاریم باور که وقتی بیکار ندارم. زندگی چه خیل است؟ زندگیم هزار با شکنه خدو خشرو سوز تنجیم. چند فرزند دارید؟ 14 فرزند دارم. همه صاحب معلومات؟ همش صاحب معلوماتن، همش صاحب خونه و در یکون کمبودی ندارم. صاحب 14 فرزند، قهرمان مادر دلکه. قریب ده. تربیت دشوار نبود؟ تربیت دشوار بود. یکی ما کوشش غیرت کردیم که یکون کمبودی در مبین فرزندم خودمون نشوه. باور کنی 14 فرزند داشتم، اما چند دهه مدت او کمتر بود. راستی گپ یک کپریک سپید میگفتن میرفتن او میوردن حیاتی نو
روی میکردیم فرزنده را با او باور کنی تا اومدن او را نگاه میکنیم که یگون حدیثه سر داد حضور با شکنوی می پریزیدنت امامعلی رحمان که هم میره را سوز کرد او مکشید هم شریطو مایو عذاب کشیدیم که شب خوب نمیکن باور کنین برای که روز مهموندار بودم شب پشوک میشیشتم افتو میکن میگفتی بالیستای پشوک کم بود درست دیگر می او چین کم بود فرزندای که پی هم تولد شدن یا که فرق دارن؟ یک سال پس نه یک سال پس همش یک سال پس یک سال پس او یا که 28 سال امی تربیت فرزند بودم 28 سال 14 سال در مد مدری بود 14 سال در تربیت تو یک ساله بودنشون حساب که باز سر زمین میرفتم امی قدم خوش میکم گواره در سر زمین میرفتم پختم ایچیندم 150 کیلو باور کنی خیلی که بودمای دیدگی باور میکنن پختم ایچیندم امی نو زمین اگرفته بودیم امی خیلی ما کچیدیم مدیم زمین اگرفتیم اولچک میکم که اولچک توچکی میگن در درخت بند میکم اولچک میکم گولک مخوب میکم پختم ایچیندم در سر زمین نه که خیلی یکون دشواری یکون تنقیصی نکشیدم همین مهنت دوستی شما شاید بود که من بقراری شما هست که مثلا شما امروز در سن 70 هستید لیکن هیچ کس نمیگه شما 70 ساله هستید از رحمت درست؟ مهنت کردیم بوینه در همه جشنایی که در می رایون خدمت میشود تمام جوده یکم مخت میرم هنرهما میبرم خیلی چند تا 20 تا میگیرم و تا اختیارنامه و دیپلم هم مجزه دارم خوش به حالتون این نوکی با خشتمان خوب دونه بروردن با خیلی با جا گرفتید؟ جا گرفتیم و یکم جا را گرفتیم برای مناسبت خوبی خوشدامان کلین یکم جا را گرفتیم این نوکی با پرنیک داشتم پرنیک ما کامیرا کردن با گوجوشی ما هم با کامیرا کردن با فکرم در خانه شما برای کلین نوبت کار هم نمیرسد نه؟ نه خدم روز دیگه بیتری و دم شلپر نیستم من کلی نمیستم که کلی کای میخیزه باور که امو پروژه کاری امی پگاما میکشم شاو که باید چیکار کنم او شاو خوب نبر خمیر داشته باشم تو حاضره باور کنین خمیر هم او خود خدمت میکنم ساعت 4 خمیر میکنم دوستان خمیر میبندم با یگون جو مرکم میگن دسترخوان پیچوندگی در جشنو میرم در مرکو میرم خیلی همه کار بر خونه را میکنم صد بر شگونه چیل هنر بیشتر دارم امی هنرون بسیاری نمی با وقتی کم تر وقت داشته باشم با چی میکنم این دستبندک یگون جو میرم یک استینچه خوی میگیرم یا دستبندک میگیرم آدمایی که تولد میکنن کودک میبینی یا خیلی جوده و بند بستگی گولک باور که در گواره برای امو خیلی کم مهنت میکنم هیچ کم مجبورم نمیکنم خیلی مستفید میز قمیگه نه که میگم او خمی وجدانم نمیبرداره قرار استودن همین نموس نمیمونم قرار بیستم باور که باید یک کار بکنم این امول همین شو خوب نبود باور که همه کار بر مکم سحری گواره جوشیدم شیر ما پختم شوک پره پشتم هم ماما تیارگی با اومدن همینجا اخساندی خوب نبودم این شو روز دیگه برای گفتم دیر میکنم یکم تکنیکا میوم کمتر همین تکنیکا کمتر همین دیهوتی شما مودم بر وقت رسیدن هم مسئولیتی که دارید شما الکی یک ساعت پیش از آغاز برنامه ما رسیدید اما باید به بیننده عزیز تلویزیون سفینه گویم که پیش از شروع برنامه گفتن که ما همین کلوب دوگانه ها را دیدیم لیکن کلوب کمپیراش هم نه همین کلوب کمپیرو در این حاضر موین امیره با برپا کنن مثال با یگون کمپوی اشاره که چی باشه بیو یهودی نمیفوره شو نه سخن صحبت شما برای جوانان ما یک درس است تشکر زیاد من میخواستم با خاله ولنتین یک صحبت کنیم از آمدنتان به تاجیکستان چگونه به تاجیکستان آمدید چگونه تاجیکستان رو دریافت کردید مثلا چگونه عادت کردید به عرف و عنعنه های ما که امروز در منطقه شما بهترین کدبانو هستند بهترین پزنده هستند بهترین دوزنده هستند از آمدنتون قصه میکردید آمدم سالی 65 ماه دکبر آمدن شوهر ما در پدماسکوی سالدات بود از اونجا در اونجا شناسیدیم با یک تاجیک بچه بله با یک تاجیک بچه ما تو امیجید آمدم به فکر ما اول
фақат дӯст доштани писар, дӯст доштани и бачаро чиз кардам барои он ки он қадар ҳис накардам ки ман куҷо раваму чиз кунам, ки фақат як калима где иголка, там и нитка за ней идет. Яъне аз паси цузан риштаам, аз паси цузан рафтан мегирад. Ана ба оҳиста оҳиста хай омадам амиҷид аввал ба ман ҳама чӣ пурра дигаргун, пурра дигаргун. Дар хона, дар хони мардакум модари вай зиндагонӣ мекард дар деҳот. Хонои лоӣ, хонои бесвет. Дар он вақт свет набуд. Хай дар омадам соли 65. 65. Аввал ҳама кор хандаовар шид, аз ҳама пеш баъд механдидам. Вақте ки ма дар омадем, чанд зан шиштагӣ буданд, онҳо ҳама хестанд, ба навбат буса карданд мара. Мар ба аз ҳама пеш мар дар кор ки модари шавҳарам ки бошад. Ва ё ҳамаш дар назари ма як хел тофтанд, ҳам нигоҳ кардесам, намедонам кудамир ки буса карданд ҳама, не ки ма ҳамашон нигоҳ кардам, ҳамашон хандида шуданд, ҳамашон хушомад карда шуданд. Бале, ма ки бошам, ҳамашон нигоҳ карда шудам ки кудами аз онҳо модари шавҳарам. Баъд шиштон ҳама нигоҳ кардам, я зани мухаробак вай буд чаконак. Вай хестай ҷояш, як курпачак гирифт аз бораш, боз як курпачак гирифт, кулула кард вайёра, яктар устар биши гуфт. Баъд монд вайёра хеле баланд шуд. Ба мар устени мар кашиду, ши намиҷида. Баъд садис гуфт. И ба ма чиз як калимаи русӣ ба ма чӣ бигӯм давлати калон буд ки садис гуфт. Шиштам и как шиштам тоқат намекунам, на шиштан ва ё гапи онҳо даро фикрам, бо ман чӣ хел зиндагонӣ мекунам. Ман ин лавзи онҳоро мефаҳмам, намефаҳмам. Ягон вақт ма ками ични ду калима суҳбат кард метавонам, наметавонам. Хай баъди ваё салом кардана омадан яхе варом синфи 6 мехондам калонии дар хонаиш. Дута дигар якта майдак буд 3 сола, духтарча синфи 1 ки 2 мехонд вай. Сета ваё дромадан ба хак шавҳарам гуфт инаи ин додарои ма, ин хоҳари ма, хак ваёро буса кардам, сини ваё нигоҳ кардам, ваё пеши ма шиштон, ма уйлӣ кардашам, ваё ҳамеша дар пеши ма местод бошон, ҳамеша ки ма гап мезад бошон. Даро дар уйлим буд ки аз онҳо ё ки аз ки ма ду калимаро ёд гирам. Дар дилам тарсам омад, барои он ки тасаввур кардам ки ҳамеша дар пеши ма шавҳарам наместа ку. Во ман чӣ кор мекунам? Калимаи тоҷикие ки ёд гирифтен кадом калима буд? Калимаи аввалангӣ оча. Ана гуфт ина ҷони ширин. Ма ҷони ширин нигоҳ кардам чӣ бошад. ҷони ширин гуфт, ки ма нигоҳ кардам санивая чӣ гуфт. Ки аст ҷони ширин? ҷони ширин ин очаи ман. Ма қариб ки гирья кунам, вай ба забони во гуфтам, вай ба забони таҷикӣ дигар ҳамаш гап мезна, ман чӣ кор кунам? Вай хандид ба забони русӣ гуфт, это моя мама. Мегуфтанд ки такрор кун, калимаи такрор ёд гирифтам. Такрор кун, такрор ма бояд гап занам як бори дигар, во ду бор, чанд бор чиз мекардам. Ана ба оҳиста оҳиста ёд гирифтам калимаро. И хеле ба ором шидан гирифтам ки аввал тугури метарсидам ки меомадан мешиштон дар пеши ма чиз хуштаманам куҷое ки раки мешид медид дидаи мара мегирифт, ай дастам мегирифт, ай паси худаш мебурд мара. Ва дар он ҷо мешиштон фисташ ки дар пеши ма ранги пеши кӯдаки майда либос мепартофтам, дар дарахтҳо дар ҳар ҷо мепартофтам. Хуштаманам ранге ки акупонои ай ма медид,
نگاه میکرد تازه یا کی نیه این با ما چیز میشید که درس میشید که مقصد برو ما یکونجا نه اکو حرکت میکردم که چیز اول لباسی میشوشتگی باور میکنید دو بار سه بار که دید ما فکر میکردم که ما نادرست تازه نکرده شدم تو я муком که شوشتن گرفتم که او وقت صابونی دیگه بود چیزا دیگه بود تو امی که در چیز کردم انا امی دیده همش پسکن شد بودم فقط میدونست مردکم میگفت که خود تو چی کار میکنی جنجال میکنی یعنی میگفتم که خیلی با نقص میشه با چیز میشه خیلی با اویست خمیر از همه پیش خمیر خوشتمانم گفت مایلی مردک گفت که بابای نگه چیز نشونته و گفت مایلی این امروز خمیر میکنیم مایلی سنیما میکنی خمیر ما کلا جمعدم نیکی گفتم که چی گفت باشه با کلا جمعدم با خمیر خمیر یا دیدم که خیلی چیز کرده شد در توک او انداخت گفته که انا بعدی و اینا نمک میندازه نمیک او میندازه ما نیم کلا فهمیدم که دیدم که او انداختگی در توک اینایی توک تکرار کن اینایی اور تکرار کن اینایی نمک تکرار کن هر یک کلمه چه بگم ما خوشتمان میگم چیز گفته نمیتونم مادر باری وای در پیش ما همیشه مادر باری بود خیلی سالخوکتی ما کنیشن فهمیدم که وای میترسید که ما میروم مردک مای پسو میروم این سالخوی بعد چیز کرد اول ما فکر میکردم که اکو وای چی کمر خیلی دوست نمیدونم چی قدر وای چیز میکنه که رنگ گودک چی ما چیز میکرد امروز چی چیزی هست که از عرف و عادت و فرهنگ و عنعنه‌های مردم ما که شما ناموخته باشید همه یاد گرفتگیم همه اونها رو یاد گرفتگیم تمام مردکم اور سیوک نقص میبینه برای من میبرم و میترسم که یکی غوث نبرید باشم که مردکم تن میکنه که این خیلی خوراک انا تمام نقص میدید بهار میشید و همیشه قریبی که هر روز باید تمام میشید تمام میکردم اول یا توای مایدک خوشتمانم آورد داد مرا انا بعد زور کردم توای کلون قریبی دو توک میشد کلون توار آوردن همیشه وای استفاده میبرم تو خوزه از همه پیش شیر یاد گرفتم چیز کردن ما شیر 4-5 گاو میجوشیدم لیکن شیر در یک انداخته من نمیترسیدم که شیر میپره ما چین میکردم امو گردی گوشه میرفتم امو پروی ور چین میکردم خیلی یاد گرفت بودم چین میکردم алоу میکردم ما уже دیگه کار میکردم ما پیش دیگه نمیستودم ما میدونستم که وای دم نمیکنه امروز از زوده آماده کردن تمام خوراک‌های ملی میبرایم من با دلپوری میگویم چند وقت پیش ما بنوار گرفتیم طرز تیار کردن اما آش برودر که از زودهش برآمدن مادران ما در برابر تمام ارزش‌های والا کدبانوی خوب هستند پزنده خوب هستند و سر خوان مادرانه فرزندان را جمع میکنند و همین خیلی در طبقها شکراب است قروتاب است شیروغن است تیار کرده و اما محبت مادری را برای فرزند میتیم من تا خوزیر تصور میکنم که از همه پیش شکراب که خوردن دیگه از پس کودک اون قدر چی بگم علم نمیکنی فکر نمیکنی وای خوشنا وای سر شکراب بخار خو کودک رو خیلی سر میکنه امروز وطن اصلی شما تاجیکستان است بله تاجیکستان فرزندم در تاجیکستان زن گرفتن شو کردن شکر خدا همشون خانه‌دارن همشون فرزنددارن معلم عزیز صحبت را با شما آغاز کنیم من میخواستم که از مادر خود میگفتید چه خاطرات خوب دارید از مادرتون مادر عزیز دیدم هم مادر خودم یادآور شدم بسیار یک زنی خاکسار بودن آن کسان در کوهستان ما دیگه تولد شدیم همون در کوهستان کلان شدیم تا سن که هفته من همونجا خواندم پس از اون ما کوچ بستیم به ظفرآباد لیکن مادر من در دیگه همین خیلی نوروزی ها میشد ایدهای مادران میشد همین زنی بودن که در مسئله همین پخت و پز تمام مردم و همتا نداشتن و همه چیز همه روز با مادر من تیار میکردن در نانپزی و تنور لیکن من خودم
میدیدم یکم بار نان پختگی نبودم چی نکردم فقط همون کارهای مادرم میدیدم بعد از اون که زندگی در سر من فرامد من خودم از روی دید و کار کرده همون مادر عزیزم نگاه کرده همون چیزا تیار میکردم یکم بار اگر ناز نمیشه دیگه بار خوب میشه خوب تیار میکردم تمام خوراک میپختم و همین خیلی وقتی که من بعد اومدم دانشکده تمام کردم دانشکده صنعت اومدم با راحتی وزارت به فیلارمونی دولت تاجیکستان کار آمدیم در انسامبل بانوان رباب نواز و بسیار که سرکار بودیم همیشه در سفرهای هنری بودیم مادر عزیز من نگهبان فرزندای من بودن فرزندای من رو کلان کردن مادر عزیز درباره من بودن همیشه به من یاردم مادر این همین کلمه مادر برای هر یک شخص این عزیزترین کلمه این زیباترین کلمه باید ما همیشه فرزندای ما پدر و مادر همین به مثل گوهرک چشم خیلی نگاه داریم نگاه بین کنیم و به قدر پدر و مادر رسیم و منم هم وقتی که مادر داشتم مادرم که همیشه در همراه هم بودن سروده مادر خواندگی بودم تیار کرده بودم اولین سرودم شعر از عبدالسمیع قدوس بود مادری پیوندی جانم زنده باش زندگی گل فشانم زنده باش تا به بیداری کشادی چشمی من عمر تا بیدار مانم زنده باش عمر تا بیدار مانم زنده باش آرزو میکنیم که مادر ما همین تا هستیم زنده باشن در بر ما باشن یا که از حق نظر غایب میخوندیم تکیه در پهلوی مادر جان غنیمت بوده است خواب در زانوی مادر جان غنیمت بوده است دولتی دیدار او بار میسر می شده است دولتی دیدار او بسیار قیمت بوده است این تو چه خیلی سخنایی که در وصف مادر اینقدر شاعران نویسندگان عالمان بزرگان ما در وصف مادر چقدر نوشتند گفتند مادران هستند چقدر گفتند و ما همراه یک دو سال پیش ارتق جان قادروف برادر عزیز یک برنامه تشکیل کردیم مادرنامه و اونجا قریب ما یک 20 تا سرودی مادر میخوندم ارتق جان شعر میخوندن در وصف مادر همین برنامه ما گرفته همین بین مردم هم بردیم از پنجیکن سرکره حصار من همین دوشنبه و دو بار سه بار این برنامه نزد مردم برآمد کردیم که این بهترین برنامه بود مردم حیران شد یگان بار حالا این خیلی کنسرت نشد است فقط درباره مادر شعر باشد سخن باشد و از همون لحاظ من خیلی مادر عزیز دوست می‌دارم و همیشه بسیار شعرها تیار کردم یک بار نقل کنم از همین دوشنبه و خوجند رفتم مادرم در آنجا بودن در خوجند بودن اونجا ما یک حولیچه گرفتگی بودیم مادرم اونجا بودن بعد از دوشنبه رفتم و دیدم که مادرم همین تنور و نان پخته سیان نان پخته سیان با منم نگاه کردم از این در دروازه نگاه کردم با همون شعر آذرخش تیار کردگی بودم ولی مادرم گوش کردگی نیکنه بعد از این در همین خواندم خیز مادر که مسافر دخترت آمده است دختری در بدرت پیش درت آمده است اونجا پسری در بدر بود و من دختری در بدر ایواز کردم همین خیلی مادرم حیران شد این طرف نگاه کردن جان در آواز جانم تو در کجا گفتم بعد داوید دروازه اومدن درک شدن این یک لحظه های عجایب بود بعدی تو صد جام را صد پاره کردم مادرم قلبی غم نادیده را غم خواره کردم مادرم در فراقت چاره جستم و این بیچارگی خویشتن را همچنان بیچاره کردم مادرم همین اوجش میخوندم یک سخن عجیب داره اینو ببینید
پیش درگاه خدا از حسرت یک علت گریه کردم ناله کردم زاره کردم مادرم طفلی ناآرامی جان یک لحظه آرامیش نیافت گر به چوبی استخوانه گهواره کردم مادرم. بینید این سخنه بینید، این دریافته بینید که طفلی جان من اینقدر من سوختم برای مادرم، اینقدر سوزی سیر داشتم که در همین دلم همین طفلی جان من آرام نیافت گرچنده که از استخوان تنم گهواره کردم مادرم. این سخنه زیبای بینید. مادر و فرزند سروده داریم. پس سروده در وصف مادر با نهالکای مادرم زیغنسته خم شدم. این نهالکای فرزنده مادر این سروده مادر با سروده در وصف همین شما برین زنای عزیزی که امروز هم فرزند کلان میکنید در خاندان، هم خدمت خاندان خدمت شوهره میکنید، هم با برای مردم من همین خیلی هنرهای زیبای نشان میدید. تشکر و پیشوای معظم ملت ما که همین خیلی مادرای هنرمند دستگیری کردن و امروز من خیلی شدم که با شما شدم، یک جای شدم و این خیلی خوش است و شما مادرای قهرمان هستید، مادرای سربلند جمعیت ما هستید، مادرای حقیقی وطن هستید. چنکی سود و زیان کم پیره کن، هر یک تختی روان کم پیره کن. به شما زندگی به حسن و زیاست، در تنی زندگی جان کم پیره کن. سلامت باشید. اینم سرتون درد نمیرد. تشکر زیاد. این صحبت شما، این سرودهایی که شما پیشنهاد کردید، همین عین زمان هر یکی ما رو برد به همون عالم کودکی، برد به یاد مادر. من فکر میکنم که هر یکی که اینجا نشسته بود مادرش پیش نظر آمد. بخصوص خاله خاصیت خاله من اهمیت دادم که بسیار فرو رفتن. چه خاطرات خوبی از مادر پیش نظر شما آمد؟ کاش مادرم گل میشد 4 بونجا که حولیمان آنقدر زار هستیم و دیدار زارشون. بعد مادر از کلاب خواهرام آمد، جهنم آمد، از دنگره و کلخداباد آمدن. گفتم آچه جان من ده اجازه تیز روم، تن تو کجا میری؟ تو دختری کلان استو. من گفتم آچه جان یک کس رفیدش همسایه برده است و سگ می پیشک برده است و بی رفیده مانده است. هر دو تا دخترم رو دوست ته مبلغ طلب نکن، تیان گیر نباشد نگیر. فرزندام دم دادن، من دم دادم. بعد مادرم از دنیا گذشتن، من 1200 تا دخترم. این میگود که آدمی زاد از زبانش ماهی از سرش میپوسد میگود. بعد یک روز گفتن که مش نزده باشه رفیده نه. بیرون برآوردیم، خیلی بسیار همسایه آمد خیلی گفت. برآوردیم همین تنو کریم موندیم، اکن کریم به بسیار آخی. بزرگ میبرید. من گفتم نه وصیت مادرم بود. آدما میبیان میگن که رفیده جان رفیده، نانای سرخ و سفید برای رفیده. کنی رفیده؟ ما آمدیم بحری رفیده. بعضی آدم میگن که این انسامبل خیراده کجا بود؟ در شهری نه. همه خیلی شد موند، خیلی نرسیم بازم همه خیلی با کریم موندیم. حاضی با قریب 200 تا زیاد با دختر موندگی. بعد بعضی جوانا در میشنم میگن که باز شکلت سنیک ترنق نبینید و مادر ادر بیرون کنیتون. مادر چرخی گردان 2 کیلردان شما هم میشیتون، همه خیلی پدر مادر میشیتون. بعد این عذابا میبینیتون، باید حرمت کردن کن. به قدر مادران رسیتون میگم. برای همین امروز که روز مادران بود، من برای مادران اینقدر به وصف مادران، برای حرمت مادران به جا آوردن جوانان خوش میکنم که حرکت میکنم باز که همین جوانان به قدر پیران رسن. من گفتنیم که فرزندای عزیز هیچ وقت به سرتون تیاق گیرد کلانو سرپس کنید. حرمت کلانو به جا بیارید که گردش فلک است.
منم بودم در بوری تیم میشه من بوری از این عمر جوانی در گذر است. تشکر. منم خیلی جان. بسیار صحبت‌های صمیمی و بسیار صحبت‌های لازمی برای جوانان ما امروزه برای یکی حرمت پدر و مادر بله داشتن. در مد اول حرمت پدر و مادر. بچه‌م اکور میبرد اوچه جان آیا جان به شما چی در کار؟ راضی هستید از فرزندان؟ البته راضی هستم از همشون راضیم. شکر من بسیار وقتا روی میکنم به خدا گرم بس چیز دونرد به بهارستان شکر میکنم با امسال من. به چند در آمده شما؟ من 80 در آمدم لیکن از کتاب میخونم وقتی خالگی ده من کارهای خیلی با پیوند درخت‌ها ده انا با شاگردان دارم برای درخت‌ها پیوند کردن. بهتره. اصلا بانوان هم خیلی دهقانای اصیل حالا من خانم میبرم درخته من پیوند میکنید. تمام وقتی پیوند کنی حاضر. حاضر وقتی پیوند کنی همه خیلی هر جا طلب میکنن چا کنن با چقدر شاگردا دارم از من در یک درخت اگر 2 تا نهال پیوند نمود باشد با چقدر میوه بسته چقدر خوشایندی ها دارد آدم. زیبا است. گل های من فرزندانم به توت بسیار کشونندگی بود توت میفروختم به فرزندان رهپولی میدادم. از ارد از همه چی میدادم که بچه‌ام در کوچه نگردیتون و نکنیتون وظیفه شما خوندم باید که خونیتون. من شکر میکنم که فرزندان همه صاحب کسب و کارن زندگی دارن خوشبختن. این دولتی تری من. سلامت باشید. امروز که تمام شرایط برای نسل امروز همه شرایط مهیا مؤسسه‌های تعلیمی زمانوی با تمام همین تجهیزات خانه‌ای من گفتنیم که هنر در است باید که با هنر داشته باشن در هر جا. من بعضی وقت اگر نبیرم کتاب نخونم میگم که ماشیندار بهتر است یا عربه کشی. بعد میخواد میگم که ماشیندار باشد بسیارتر خانه‌تون. نمیخواد تجام سلامت باشید. در این وقتی صحبت ما خاله نیهالبی هم به فکرم یک رومالچه را دختر تمام کردن نه کم نه قریب بود چید قرار نه وقتی نمیتونست مهانم همیخیل شیراز تاقی میدوختیم همیخیل چیزا دختر میفروختیم. او بردم همه یک زمان صحبت داشتیم با خاله نیهالبی بعد گفتن که همین شب روز اگر که پروفسور باشی دختر فهمد که پروفسور هستی و در ده زندگی داری زمین داری و شوهر نمیبراید. همین گپ هم بسیار بیننده ما میدونن. طریق سامانه های اجتماعی هم بسیار مشهور شده بودن و امروز میخواهم بپرسم که چرا چنین است؟ مثال در دهوتی دهوت هم ای کار هست دختر با فهم و با حقلش میسته نه که نوفهمش در اون دهوت نمیسته ای دهوت در دهوت نمیسته بورکه عادی شنبه بین زیغ نشه مثلا نمو دهوت نمو رایون دای مثلا دهوت دای همون نمیسته در شنبه بر مهنت نکنی درگجای یعنی درگجای باشی مهنت کردی میخری امی مهنت کردی امو سوم ایگجا میاد چیز ایگجا میاد امی اودمی زود قرار بیستی ایگجا خودانی میام شرایطات مهیا میشه فرزندور میشه خیلی مثال در دیهات همون خوبه که زمین داری گومول داری چند که فرزند این همه هزار باشونه 14 فرزند خیلی 50-60 تن وسه همش در دیهات نه که مهنت کردیم خوردن خنوندیم شون امی خونه ویرونی ای چی میان گوش نمیکنن یک هفته میسته نه گپی شوهر گوش میکنه نه خسر خشتمان گوش میکنه من کار کنیمون کار که 100% کار که قدر شوهر تبدونه خسر خشتمان تبدونه همین مادر تای میفورش که سهری خستی مثل یک دستگیری کنی همون مادر تا یک کمبودی نه که حوزی نمیفوره دختری حوزی را فقط شردشو میکنم قلیم 50,000 یک هفته در زن میگیره تو نخونده تو مثل چی نکرده میشه خونه ویرون و خیلی در کارش باید که اویلدار شدی فکری اویله تکنی فکری مثل فرزند تکنی بگم فرزندور فرزندی من چی میشه همین تلفن بخدو باور که اگر کلینی هست که 3 تلفن داره اگر باور کنی این همین رها دمیره و ایو تلفن کردن در خونه تبرو مثل توقع تب شبره در صحرا کار که بیار کتا بخه اما تلفن چی میره الیو سوم روی که سرش تکاری ندارن حضیر جوان حضیر فقط باور میکنی نمال مثال یک توخی را میدوزن یک توخی را بدوزن
یک توقی روزی 50 سوم حد اقل 50 سومون. ده توقی 100 سومون. یک هفته در ده توقی را میدوزی 100 سومون میشود شکر روغن. یک تکسری میدوزی 50 100 سومه. یک تکسری یک پارش 100 سومون دیگه میگیری. با مثال نمک روغن با کمبودی یک جو میره او را میگیری. وقتی با همی کینو تماشا کنی ایدو در بوار که زیق میشم. فقط کینوش داد این همی در مشروطه رفته سوده سنی امرش میگه ای امشب چه خیلی شید دیدی امجاشه خوب ای که امشب بشوه درست میگویم او تلویزور عجقیده ند که در من میکنه وزی ما توجیکونه میپوشیم توجیکستان داریم این گفته هستن که پیشوکی توجیکی پیشوکی خدمه همین محیطی که ما هستیم در نظر من یک چمنستان هستیم کرتوی چکن خوب نیست همین اطلسای نوزنی خوب نیست پوشن عروس زیبنده هست برای فرموکی همه را میفوره تماشا کنیم سلامت باشین در فرجام میخواستیم که یک سرود دیگر پیشنهاد میشد از جانب شما بعدا برنامه رو به آخر میرسیم این صحبت یک گوش کردم بسیار راستی که در هم سرودی که در وصف مادر خواندگیم قریب همین موضوع هست همین موضوع دربار میگیرد برای همین این مادر عزیز ما که اینقدر زحمت میکشم اینقدر از گپوشان معلوم که من این مادر عزیز از خود روسیه آمده زندگی خود در همون دهات ساختم برای چی نمیشد برای چی امروز جوانای ما نمیخواهند که رفته در دهات یا که در همین شهر هم باشد که همه رسم رسمی هم دیگر فهمی کرده رسم رسمی مردمی ما رعایت کنم حاضر هم دی کلین خانی پدرش رو میتربان اپاگه وای میخیزد اور خانی پدر مادرش رفتن میگیرد رفته آمدن میگیرد خانی پدر مادرش رفته آمدن میگیرد این قمیر در این خانه نیماند اگر همین یک سال نرود این خانی نو آمدگیش با اگر شیند خدمت همونه کند و مهر و محبت نسبت اونو مادر خودش برین پدر خودش برین اینو هم عزت میکند حرمت میکند انا همین چیزا رعایت کردن به فکر من در کار است همین چیز به نظر گرفتن در کار است مادر چو آفتابی درخشان یگانه ای نور بخشی زندگیم زبی خانه از الله جون بشی گهوارم هنوز گر به بهانه یاد کنم به بهانه مادر یگانه آه زبی خانه مادر تو نوری خالق از او نشانه ای تشکر زیاد رحمت که اومدید خوش آمدید 120 ساله شوید و کم نشوید تشکر همیشه در خدمت خلق و وطن باشید تشکر زیاد امروز برای منم واقعا بهترین روز بود از روزهای دیگر در چهره هر یک شما من چهره مادر خودم را دیدم که امروز در قید حیات نیستند روحشان شاد بود و امروز بیننده ما نیز باوری کامل دارم که از صحبت شما برای خود یک غذای معنوی گرفت بچه جان بار دیگر من عید مادران را به هر یک شما مبارک میگویم عیدتان مبارک باشد خوش آمدید به برنامه ما اینجا با شما خیر و خوش میکنیم بیننده عزیز تا دیداری دیگر چنکی سود زیان کم پیرکان هر یک تختی روان